در حالی که بعد فرارسی ماه رمضان همگی 2 روز دیگر باقی مانده است، در بعضی از بازارهای اطراف پایتخت بالوروی نرخ محصولات به نظر می رسد. این تمایل است که سال هاست مشاهده می شود. مسئولان حکومت دوشنبه می گویند در این زمینه قرار رئیس شهر دوشنبه صادر شده است و طبق آن برای نظارت نرخ چاره ها اندیشیده می شود. روز 25 می مسئولان حکومت شهر دوشنبه در بازارهای پایتخت با صاحبکاران و فعالان جامعه شهروندی واخوری کرده گفتند که عامل‌هایی که باعث بالاروی نرخ‌ها می‌گردد معین و پیشگیری شود. برای آنکه نرخ بالا نرود با تمام استحصال کننده‌ها به واسطه رفته در سر زمین هم مبلغ گذاری کردیم و هم شرطنامه‌های دو طرفه بستیم که من چخیره که دیده استودیو در بیرون آن گوشه‌های دهقانی یارمارک‌های فروش محصولات که ما تشکیل کردیم به واسطه از طرف استحصال کننده در اونجا فروخته می شود. در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است صاحبکاران و دهقانان و فروشنده هایی که در بازارهای پایتخت محصولات نیازی اولیه مردم را به فروش میگذارند باید از پرداخت مبلغ های یک وقتینه آزاد کرده شوند، ولی طوری مشاهده شد نه همه صاحبکاران میگویند آنها را چنین امتیاز دادند. یگان چیز آزاد نکردم او را که همه چیز میسپارم نسپاری اینجا سر میکنم اون سال ارزان شد رسخورس پکروت نکردم مجبور کردن که ارزان فروش مجبور میکنه که دهقانه بیچاره میاد یک زین فروشه نه تو پلیس شکوی نه تو پلیس اول نالوگ میسپارن همه چیز رسخور داره و چیز دهقانه اگر بسیار باشه خودش ارزان میشه اینا پیاز ببین مثلا یک سوم یک نیم سوم. طبق عادت در هر عید و جشنها خصوصا در ماه رمضان و عید قربان نرخ محصولات خوراکت در بازارهای تاجیکستان به طور چشمرس بالا می رود، در حالی که در دیگر دولت‌های مسلمانشین در این گونه عیدها برعکس نرخ پست شده صاحبکاران سخاوتمند می شوند. بازارشناسان میگویند از یک طرف سوء استفاده بعضی از صاحبکاران باشد، از طرف دیگر مردم هم از ترس بالاروی نرخ در این حالت‌ها یکباره محصولات یک هفته‌ینه و 2 هفته‌ینه خود را می‌خرند که باعث طلبات زیاد به محصولات می‌شود. نمیدونم شما سیامکا کردین کارتوشکا فروشو قطعی کارتوشکاشو گم شدگیان بسیاری سوداگر ایرا به نظر هم نمیگیرد که وای خریداره کی است همون نرخش خیلی خریده است میگه قسم خورده میستد که ما امروز ایاموز همین قدر خریدم لیکن در اصل او قدر نخریده است. حالا نرخ محصولات نیازی اولیه مردم در بازارها با وجود آنکه نظر به سال گذشته گران است مسئولان آن را قناعت بخش می‌دانند. 1 کیلو کارتوشکا از 3 تا 4.5 سومانی، پیاز از 2 تا 3 سومانی، آرد نوع یکم از 150 تا 70 سومانی، برنج از 5 تا 12 سومانی، سبزی از 2 تا 2.5 سومانی، گوشت گاو از 28 تا 36 سومانی، پومیدور از 2.5 تا 6 سومانی، بادرنگ از 1.5 تا 35 سومانی نرخ دارند.